رقابت‌های تک‌پرس رشته پاورلیفتینگ و مسابقات کشتی دست معلولین به ابتکار پارالمپیک معلولین غور برای نخستین بار راه اندازی گردید. مسئولان در آمریت تربیت بدنی و ورزش غور هدف از برگزاری این مسابقات را حمایت از افراد دارای معلولیت، رشد ورزش و تقویت روحیه خودباوری میان این قشر عنوان می‌کنند. برای اولین بار است که مسابقات بنچ پرس تک که مثلا در بخش پارالمپیک معلولین است در ولایت غور برگزار شده و ما دو بخش مسابقات گرفتیم و یک بخش هم مسابقات کشتی دست برای معلولین پارالمپیک ولایت غور برگزار کردیم که اولین بار است برای معلولین همچون مسابقات دایر شده و هدف ای است که یعنی معلولین ما هم توانمند هستند و توانا هستند و کسایی که معلول هستند خود یعنی مایوس ندانند و خانه هستند و با مردم نشان دادن امروز که اونا توانایی دارند، قدرتمند هستند که یعنی اونا هم میتونن در مسابقات وزن برداری، در مسابقات کشتی دست و مسابقات مثلا بسکتبال و سایر مسابقات ها اشتراک کنند. ما شاهد دور اول مسابقات تک‌پرس از طریق فدراسیون پارا المپیک بخش معلولین آمریت ورزش ولایت غور هستیم که در این مسابقات بیشتر از 15 نفر ورزشکار اشتراک داشتند که ما فدراسیون ملی پاورلیفتینگ ولایت غور تنها در بخش تکنیکی ما مسابقات کاور کردیم. از سوی هم شماری از ورزشکاران دارای معلولیت که در این مسابقات اشتراک کردند از راه اندازی این رقابت‌ها استقبال می‌کنند و آن را گام مهم در راستای حضور فعالشان در جامعه و عرصه‌های ورزشی می‌دانند. امروز ما خوشحال هستیم که از طریق پارالمپیک ولایت غور با هماهنگی تربیت بدنی ما مسابقات تک‌پرس برای انداختیم که اولین باره که ما شروع به مسابقات پرداختیم. از این بسیار خوشحال هستم. تشکر میکنم از آمریت تربیت بدنی، از کارمندای پارالمپیک و استادان و مربیان و داورایش که واقعا امروز ما همکاری کردن. این در حالی است که آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غور همواره تلاش نموده است تا در کنار برگزاری مسابقات مختلف ورزشی زمینه راه اندازی رقابت‌های ویژه‌ای را برای افراد دارای معلولیت نیز در این ولایت فراهم کنند.